عزت‌الله مرادعلی دان می‌پوشد نه برای کشاورزی بلکه برای مهمانان نادرش، پرندگانی که بعد سردی و باریدن برف زیاد گرسنه مانده به دیه برگشتند. یا حساب خود من برای پرنده ها دلم سوخت، برای همه گفتم هم پرنده ها را با قپم بیاریم جانشون خلاص کنیم ای خنکی ای گشنگی. در این گرمخانه زیاد از 1000 پرنده نگهداری می شود. صعبه از پرندگان نادری هست که در کوهستان زغیرتوت شهر لیوکند زیاد مشاهده می شود. وقتی که همه برف بارید هم پرنده ها اومدن ایکه همه قشلاق جا دا اومدن دیدیم که هم بسیار پرنده ها عذاب کشیده استیان مرده استیان و همه را ما گفتیم که بیایم در هم گرمخانه مون نگه بداریم همه زنده مونن. این پرنده ها با در همه طبیعت باید زیب زینت هم طبیعت هست. وقتی که پرندگان به گرسنگی تاب نآورده از پرواز میمانند، عزت‌الله آنها را از میان برف به گرمخانه‌اش میآورد. بیشتر پرنده ها را شبانه از دامنه های کوه و تپه های سیر برف پیدا کرده است. حالا عزت‌الله از مردمی دیهش کمک خواست که پرندگانی را که از میان برف پیدا میکنند به گرمخانه او بیارند. همه مردم خواهش کردن که بیارن ما نگه میکنیم، اند ما پول تونم میتیم شما این پرنده بیاریم ما همه رو نجات بدیم. اگر یک نفر 100 پرنده را به گرمخانه بیارد 10 سامان تحفه وعده شده است. ولی ساکنان این کار را رایگان انجام میدهند. مثل این کودکانی که 2 موسیچه گرسنه را از میان برف پیدا کرده به گرمخانه آوردند. امروز با همین سبب این خنکی ها همین پرنده تاب نیاورده و آمدن به این قشلاق جاگاه آمدن. امروز ما همه بچهای دیهای ما همه را همه جمع کرده در این گرمخانه شان چیکار این هم یک قضیه شهروندی ما یک قضیه ایمانداری ما یکی باید ما هم طبیعت حس کنیم همین پرنده ها را حس کنیم همه چیز را حس کنیم که همه در همین زیبایی طبیعت ما هم. با گرم شدن هوا این پرندگان به لانه های خود برمیگردند. اداره محیط زیست شهر لیوکند گفت در دیگر منطقه برای حفظ پرندگان دانپاشی کردند. نژاد پرندگان در حالی است که زمستان امسال سرد آمد، پرندگان زیاد تلف شدند. این جفت گنجشک نیز در روزهای سرد زمستان امسال از سردی هوا ففتیدند. بر اساس تحقیقات ها شمار این پرنده در تاجیکستان کم شده است.